باورت میشه با ورزش و فیزیوتراپی بشه جلوی جراحی دیسک کمر رو گرفت؟ اگه دیسک کمر داری، با راه رفتن بهتر میشی، با نشستن بدتر میشی، 2 تا ورزش نشون میدم که انجام میدی دیسکت خیلی بهتر بشه. ورزش اول، به شکم میخوابی، دستا اینجا، تا جایی که درد اجازه میده میای بالا، میای بالا، میای بالا، میری پایین. کم کم اینو هی بیشترش میکنی تا جایی که درد اجازه میده بیشترش میکنی. بالا، مکس کوچی، پایین. یه بالا 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 بالا، مکس کوچی، برو پایین. این تمرین روزی 5 بار، هر باری 15 تا انجام میدی تا 2 هفته. تمرین دوم از 2 روز بعد شروع میشه. 2 تا بالش به این صورت زیر قفسه سینه میذاری و 5 الی 10 دقیقه توی وضعیت میمونی. هیچ کاری نیازی نیست بکنی. اینم 2 هفته انجام میدی. دردایی که تیر میکشی تو پات خیلی کم میشه و میاد تو کمر جمع میشه. این علامت خیلی خوبیه واسه بهبودی دیسک کمر. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید.